در جستجوی حقیقت روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. بزرگترین دستاورد تمدن امروز مصوبات حقوق بشر و تکنولوژی است. نخست از همه باید گفت که دفاع قهرمانانه و حماسه آفرین ملت ایران از تجاوز اسرائیل و امریکا و متحدینشان. خود شاه در یکی از اظهارات خود میگه که اونطور یک گپ نبود که ما به امریکایی ها ترتیب اثر نداده باشم. هرچی که از ما خواستن ما او را عملی ساخت. گروه های ایران که بررسی کنیم معادلش در افغانستان ما داریم دیگه. نخستین بار استبداد دینی را آقای عبدالرحمن کواکبی که در ریشه ایرانی بود رفته بود پدر و مادرش به حلب در 1899 در کتابش به نام طبایع استبداد بر خلاف بسیار عقاید علمای شیعه و سنی مثلا گفته که حکومت اسلامی. رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده ها و همسو با حقیقت. به نام خدا. بزرگترین دستاورد تمدن امروز مصوبات حقوق بشر و تکنولوژی است. تکنولوژی در ابعاد مختلف مخصوصاً رسانه‌ها راحتی‌های فراوان را برای بشر ارائه نموده است. اما حقوق بشر از سال 1948 تا حالا مورد احترام بوده و بعد از قتل عام غزه توسط اسرائیل، حملات کشنده به لبنان، انفجار پیجرهای حزب الله و 2 بار حمله مشترک اسرائیل و امریکا بر ایران در زمان مذاکره این تمدن و این حقوق و دستاوردهایش را سبک ساخته است. از جمله سبوکی بسیار زیاد نصیب رسانه‌های بزرگ شده که جز دروغ پراگنی و وحشت آفرینی کاری نمی کنند. اما در این میان که نمایش غیرت، استادگی و مردانگی را به دنیا عرضه می کنند و این ملت با فرهنگ ایران است. آنها به جهانیان فهماندند و با شهامت و خون نیز می شود اساسات زندگی را حفظ نمود و پرچم انسانیت را برای همه انسانها افراشت و بدین ترتیب می توان پاسداری از انسانیتی نمود که زورمندان آن را تهدید می کنند. امروز 30 ثور 1405 20 می 2026 رادیو کتاب در پی ضبط یک برنامه بی‌طرفانه است تا واقعیت‌های این زمان را به حافظه تاریخ بسپارد. استاد گرامی نایل صاحب، مایک در خدمت شماست. با عرض سلام و درود به پایان به شما عزیزان و فریختگان گرامی. نخست از همه باید گفت که دفاع قهرمانانه و حماسه آفرین ملت ایران از تجاوز اسرائیل و امریکا و متحدینشان را باید ستود. این یک درس بزرگی بود و هست برای کسایی که یا به دولت‌های زورگویی که میخواهند به زور و خدعه و نیرنگ به نظام‌های کشورهای دیگه و سیستم حکومتی نظام‌های دیگه زور تحمیل میکنن و از زبان زور گپ میزنن. این یک دفاع او را باید ستود نیست واقعا. که آمدیم سر ایران. به نظر ما ایران پیش از جمهوری اسلامی یک دولت مقتدر با اعتبار بین ملی و بین المللی در منطقه و جهان بود و در آن وقت جایگاه داشت که امروز بسیاری از کشورهای اروپایی او را داره و جایگاه را داره. ایران هم در عرصه سیاست ملی و بین المللی، هم تجارت و صنعت و هنر و فرهنگ و دستاوردهای علمی و فرهنگی، حمایت از حقوق بشر، محترم شمردن پیمانها و کنوانسیون‌های بین المللی، پاسخگو بودن بر قراردادها و اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و مانند اینها پایبند بود. پیشرفت‌ها در عرصه‌های گوناگون علم و فناوری‌ها در ایران پس از انقلاب اسلامی 1357 که دوستان در جلسه گذشته یادآوری کردند، ما هیچ شک و تردید ندارم
و این دقیق است. با وجود از اینکه ایران در محاصره اقتصادی بود، ولی در عرصه فناوری و فرهنگ و هنر کارهای بزرگ انجام داده که هم ستودنی است. اما گپ من این است که پس از انقلاب اسلامی 1357 و تشکیل دولت جمهوری اسلامی در ایران، سیاست و دولت در ایران ایدئولوژیک شد و دولت در قومیت دین درآمد. در عصر حاضر دولت داری کار علمای دینی نیست، زیرا وقتی دولت ایدئولوژیک شد و استبداد می‌گراید. ما تجربه هاش دیدیم در حاکمیت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان، حکومت مجاهدین و طالبان دور اول و آل دور دوم، یک حاکمیت ایدئولوژیک، یک دولت ایدئولوژیک، اگرچه یا یک طالبان یک نظامیان نیابتی هستند صادر شدن، به هر حال ایدئولوژیک است و ایدئولوژیکی بود. حکومت‌های ایدئولوژیک از خود چی داره؟ رفتارها و سیاست‌های ذات خودش را داره و در این رقم نظام انتقاد، پیشنهاد و این گپا جای نداره. فقط بغیر از امون فتاوی و بایدها و نبایدهای خودشان محترم است، ارزشمند است. مخالف نمیپذیره. احزاب و نهادهای حقوق بشری در اینجا حق نداره کار بکنه. مثلا ما میبینیم در کشور خود ما، به نظر ما جمهوری اسلامی ایران در واقع با این نوع برخوردها و سیاست‌هایی که در مسائل حقوق بشر، حق آزادی بیان، انتقاد و انتقاد از خود، در واقع همون خلافت اموی ها و عباسی ها و عثمانی ها را تداومش است که در پالوی ازی در افغانستان ما طالبان را میبینیم که حکومت ناب محمدی میخواهند که این رقم نیست حکومت ناب محمدی. در این نوع حکومت ها سیاستمداران دیگراندیش، روشنفکران سکولار، مخالفین سیاسی همیشه دیدیم که بیرحمانه سرکوب شدن، اعدام شدن و هیچ نوع موازین حقوق بشری رعایت نشده. آزادی بیان و عقیده در چنین نظام‌های وجود نداره و جایگاهی هم نداره و امر به معروف و نهی از منکر بر همه لایه‌های جامعه حکومت میکنه. طالبان افغانستان الگوی از نمونه اعظمی حکومت است که در واقع از جمهوری اسلامی ایران و پاکستان الهام میگیره. در کشورهای اسلامی ما ببینیم که در مصر، سوریه، لبنان، عراق، ترکیه پسوند اسلامی ندارن، جمهوری میگن. خب حکومت‌های کشورهای عرب خلیج فارس خب پادشاهی است، خلافت است، خلیفه است، پادشاه است. این یک خب هر کی دلش چیز دولتی را که نام میگذاره به ما غرض نیست، ولی ما میگیم که بجای در این عصر امروز، در این قرن 20 و 21 جمهوری اسلامی ایران نام گذاشتن جمهوری اسلامی یک چی است؟ با این میمانه که یک وقت در افغانستان قرن 18 و 19 وقتی که حکومت شاههای خاندان عبدالی که از بین رفت، صدوزی‌ها که به میان آمدن از طریق امارت بخارا و با کمک روسا و انگلیسا که آمد امیر دوست محمد خان امارت دولت خود عنوان کرد، چون در بخارا و آسیای میانه حکومت امارتی بود. حکومت امارتی پیروی از همون خلافت قدیم بود. و این خاطر افغانستان یک حکومت امارتی ساخت. آل طالبای ما همینجا حکومت امارت اسلامی میگه. حتی امان الله خان هم امیر امان الله خان بود، امیر عبدالرحمن خان بود، امیر دوست محمد خان بود. و این خاطر وقتی که ما پسوند اسلامی را میزنیم، در واقع ما باید اونمو چیزهایی را که باید ها و نباید هایی را که در اسلام بنابر برداشت خودمان داریم باید او را عملی بکنه، تطبیق بکنیم. در ایران ببینید شما، در ایران احزاب سیاسی فعالیت علنی نداره. گروه های فعالیت های چپی ها مانند حزب توده و فدایان خلق و بهاییان و مانند اینجا حتی روحانیون که مخالف نظام بودن مانند آیت الله ها و حق انتقاد از نظام نداشتن. آیت الله هاشم آقاجری که چند سال پیش از پروتستانتیسم اسلامی سخن گفت در دانشگاه
تهران در طی یک سخنرانی زندان رفت و به اعدام محکوم شد، ولی بنابر چون هواداران بسیار زیاد داشت اعدامش نکردند. در سایه نظام جمهوری اسلامی صدها و حتی هزاران عالم، دانشمند، روحانیون و حتی وزیران کابینه که دولت کار میکردن به کشورهای بیرون و غرب و شرق فرار کردند. اگر یا در سایه چون یا منتقد نظام بودن و حکومت نظامی و حکومت فقاهتی انتقاد را نمیپذیرد، انتقاد پذیر نیست، به این خاطر یا چی شدن. دیگه مسئله ای است که در این رقم نظام امت اسلامی است. یک دوست ما او روز گفت که چی است در سایه نظام جمهوری اسلامی امت اسلامی چی شده؟ به هم پیوست شده، متحد شده و حکومت چی ساخته؟ در جامعه امروز، در عصر امروز امت اسلامی امروز مسئله شهروندی مطرح است، نه امت نه تابعیت. مسئله تابعیت مطرح نیست، مسئله شهروندی مطرح است. مسئله شهروندی همه حقوق و وظایف، چه حق سیاسی، حق انتقادی، حق بیان، حق آزادی افکار، هر چی باشه او در دولت، در حکومت، در پارلمان، در هر جای حق داره که یک شهروند سهم مساوی داشته باشه با کلی اقوام و ملت ها و دیگران، ولی اونجا نداره. ما شما دیدیم که در نظام جمهوری اسلامی مردم چه حال روزی را دیدن. رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی از آشتی تمدن‌ها سخن گفت و خواست که ایران را در جامعه بین‌المللی یک دولت تمدن محور یا دارای تفکر آزاد معرفی کند. اما با سابوتاژهای ولایت فقیه این امر تحقق نپذیرفت و به جای از او احمد نژاد آوردن. با توطئه و با سابوتاژ ولایت فقیه و شورای نخبگان رو مواجه شد و این کار نتانست. و الا بسیار پیشنهاد جانانه و خوبی داشت که میتونست ایران از این انزوا که هم بر محاصره اقتصادی قرار داشت، هم در انزوای سیاسی در دنیای امروز قرار داشت، بکشه، ولی نشد. ایران در تمام دوره ها در یک هم در محاصره اقتصادی و تعذیرات اقتصادی قرار گرفت، هم در فشار سیاسی قرار گرفت و ویره اقتصادش پول ایران در مقابل ارزهای خارجی ما شما چیزی که حیان است، چی به حاجت چی به بیان است، ما میبینیم پول ایران ارزش پول ایرانه. ولی ایران توانست که در فناوری نظامی بیشتر توجه بکنه، در فناوری های علمی هم توجه بکنه و اسلحه بسازه برای مبارزین و چریک های نیابتی که در سوریه جنگ میکنن، در عراق جنگ میکنن، در لبنان جنگ میکنن، در فلسطین جنگ میکنن. بسیار فناوری های جنگی را هم به وجود آورد که او را تحریک بکنه. مثلا ما شما دیدیم که در غزه اسرائیل حماس در غزه حمله کرد، حماس سر اسرائیل حمله کرد. همین سال گذشته ما دیدیم که چی بدبختی را اسرائیل سر غزه و حماس به وجود آورد، سر مردم فلسطین به وجود آورد و به چی صدها هزار نفر کشته شد، آواره شد، دربدر شد، بیخانه شد، ولی کسی به داد از آن نرسید. ایره تاوان شکی بده. ایره ما میتیم که کسایی میته که ایره تحریک به جنگ کردن. درست است، حق مسلمی حماس هست که باید جنگ بکنه، باید از شر اسرائیل خلاص شه، ولی با این رقم نی دیگه. نالی صاحب اگه اجازه بد که آقای حسینی جوابا رو بده، بعد قسمت بعدی فرمایشات شما رو گوش کنیم. خب درسته. فقط یک نکته را من میخوایم عرض بکنم قبل از اینکه حسینی صاحب فرمایشات خود بگوید. استاد شما متوجه بودین که انقلاب اسلامی ایران متفکرین زیادی پشت سرش بود، بعد در 22 دلو 1357 پیروز شد، در 12 حمل 1358 رفراندوم عمومی شد و 98% مردم ایران به جمهوری اسلامی رای داد. امیر فقط خواستم بپرسم شما متوجه از این نکته بودین صاحب؟ نه من متوجه این نکته نبودم. بله، یعنی این نام کاملا بر رضایت مردم به میان آمد و او زمان
من نمی‌فهم دقیق یادم نیست که آیا مهندس بازرگان نخست وزیر بود یا ابوالحسن بن صدر رئیس جمهور بود. بازرگان بود، بازرگان. حال یادم آمد که باز ابوالحسن بن صدر وقتی نام جمهوری اسلامی آمد دو اولین رئیس جمهور بود. تشکر صاحب. خب حسین صاحب شما بفرمایید. در هر نظام جنبه‌های مثبت و منفی وجود دارد، از جمله در جمهوری اسلامی هم دهها حسن است و دهها نقص، ولی موضوعی است که کدامش بیشتر است. کما اینکه در مورد نظام شاه هم امیر میشه که سرایت داد. در زمان شاه حکومت ایران یک قدرت نسبی داشت اما مقتدر نبود. یک قدرت جدی تأسیسگذار مستقل بومی نداشت. مثلا وزارت دفاعش ببینید در ارتباط با انقلاب نتونست که از نظام حاکم دفاع کنه، بلکه فرو ریخت، از هم پاشید. سازمان استخباراتی موساد ساواک پرورش میداد، ساواک شکنجهگر که شخصیت های عالم، دانشمند، روشن، چپ، راست، مخصوصا مسلمان ها را شکنجه میکرد. موزیمش هست، خاطرات هست. خود شاه در یکی از اظهارات خود میگه که اونطور یک گپ نبود که من به امریکایی ها ترتیب اثر نداده باشه. هرچی کنه از من خواستن من او را عملی ساخت. یعنی یک فرد دست نشانده و غیر مقتدر. خود شاه توسط امریکایی ها تحمیل شد در اثر کودتای علیه مصدق. خود پدرش توسط دستهای استعماری تحمیل شد و توسط خود انگلیس ها تبعید شد. یعنی عدم اراده، عدم استقلال، عدم اقتدار و یک نظام سلطنتی وراثتی که در رأسش کسانی بودند که به هیچ وجه شایستگی نداشتند. یکی از فرقهای بسیار مبنایی نظام جمهوری اسلامی ایران با رژیم قبلی بوده که در یک عکس سران جمهوری اسلامی مثل امام خمینی، آقای خامنه ای، اینا نه تنها خواننده هستند بلکه نویسندگان کتاب‌های متعدد هستند. این در حالی است که رضاخان، رضا شاه و پسرش و یک تعداد از مردان شاه هیچ کدام نویسنده و کاتب نیستند، یعنی به کتابت نپرداختند، بلکه اینا بیشتر افرادی هستند که حتی آقای سروش در باره خود شاه ایران میگفت که یک آدم بسیار کم سواد در حد سیکل خوانده، یعنی بسیار کم و زیر صنف 12. کدام تحصیلات دانشگاهی ندارن، مطالعات عمیق ندارن و اهل مطالعه نبودن. و در انقلابی که صورت گرفت، انقلاب در توانمندی های رهبری وجود آمد که باز آقای سروش میگه که در تاریخ ایران ما یک زمامدار دانشمند مثل امام خمینی نداشتیم، بلکه ما میگیم که شاید در سطح جهان بگوییم که شما در سطح زمامدارا، نه در سطح اتباع کشور، شهروندان در سطح زمامدارا، دانشمند، اندیشمند در سطح امام خمینی و خامنه ای که به فلسفه و عرفان و اخلاق و فرض کنم که تفسیر و فقه و سیاست و کیاست و موضوعات دیگر این همه سیطره و آگاهی داشته باشند. پس یکی که اقتدار نبود بلکه دست نشاندگی بود. ذات نظامشان یک نظام تحمیلی و خارجی بود. از این خاطر هم بود که اینا به بسیار آسانی رد و بدل میشدن، جانشین میشدن و این هم پیداست که امیر برخلاف دوره انقلاب که امام خمینی از پاریس آمد با آن که نظام شاه در ایران حاکم بود و میلیونان نفر به استقبالش آمد، بچه رضا شاه همچو یک توانمندی، همچو یک اقتدار، همچو یک مخلوقیت نداره. جرأت نمیتونه بکنه که تا عراق بیاد، تا تاجیکستان بیاد و در کمال یعنی وقاحت میخواه که در کشورش حمله نظامی صورت بگیرد. حتی ما دیدیم محصلین و طلبه های خارجی از افریقا، از ژاپن، از کره که از خود فرزند شاه کده فارسی را خوب زر صحبت میکنن، اولادش که اصلا فارسی بلد نیست. آمد بسر از این که یک اصل منطقی است، یک کسی که اصل قبول نداره فرع را انکار میکنن. این بدان معناست که وقتی که موضوع دین و دولت پیش ما حل نشه، به صورت طبیعی ما به نتایج و موضع‌گیری های میرسیم که یک نظام دینی را مخدوش و ناقص و چه بسا فاسد میدانیم. خب دل یک برادر، یک دوست که این نظر داره، اما ما میخوایم بگویم که بحث مبنایی، بحث دین و دولت است که تا چه اندازه مخصوصا در ارتباط با اسلام یک دین سیاسی است
یک دین دولتی است، یک دین است که به دنبال صرفا عدالت اجتماعی و اخلاق نیست، بلکه به دنبال قدرت است. حتی شریعتی میگفت که ای دین به اندازه اسلام تاکید بر احراز و کسب قدرت نداره. یعنی مسلمان باید مقتدر باشه، توانمند باشه. این توانمندی ها در قدم اول در بود اعتقادی و اخلاقی است، روانی است، رفتاری است، گفتاری است. اما در بود اقتصادی و جسمی و سیاسی هم باید باشه. خب جمهوری اسلامی همچه یک نگرش را ترویج کرد و دولت ایدولوژیک نیست، بلکه دولت دینی است. اما دولت دینی هم که میگیم به این معنی نیست که یک دولت کامل است، نواقص و کاستی‌هایی داره، به صورت نسبی، به صورت روی هم رفته. جنبه های خاصش دینی است، ولی در اونجا یک سری جنبه های دیگه است. از جمله شما ببینید مثلا آقای دکتر بهشتی میگفت که ما اگر میخواستیم نظام جمهوری اسلامی را نامگذاری کنیم، نامش را میموندیم جامعه یا نظام امت و امامت. اما نتانستند که اقتدار اصولی و خالص و ارتدوکس به اصطلاح نامگذاری کنند، برای که نامشان ماندن عوام پسند جمهوری اسلامی. خب پس حتی در نامگذاری هم اینا نتونستن که آرمانهای خود عملی بسازن. یک قسمتش تونستن، مثل یک پدری که مادر که خانهش یک طفل که وارد میشه نمیتونه که نام اولاد خود بانه، برای که بسیار نیروها و نهادهای دیگه است که این خلوص در نامگذاری را بر نمیتابند. آمدیم سر از که در قسمت دین و دولت، خب اسلام چی تمایزاتی داره، چی ویژگی هایی داره، چی برتری هایی داره که ما این هم تاکید بر دولت دینی اسلامی داریم. ما دوست دارم مورد پرسش بسیار جدی قرار میدم و ازشان میخواهیم که کدام مکتب و مشرب در سطح تاریخ و جهان تانسته این معیار مثل معیاری که در اسلام در مکتب اهل بیت ما داریم برای رهبر تعیین کنه که بگه که یکی از شرایط رهبری است که سطح زندگیش همگون همانند طبقه ضعیف و فقیر جامعه باشه. چون پیامبر اکرم به طور زندگی داشت، مولا علی هم به طور زندگی داشت و آقای خمینی همچون یک سبک زندگی داشت. آقای مهاجرانی خودش در لندن است، در قسمت ساده زیستی آقای خمینی با قاطعیت اظهار نظر میکنن. حتی یک تعدادی از شخصیت های در خارج و بسیار از نظرها ایره میپذیرن. یکی از شرایط رهبری در مکتب اهل بیت ای است و این بسیار یک نگرش مترقیانه است. خب ما چرا یک نظام دینی را که اینطور معیارهای بسیار برازنده داره و مصداقایشان به این عمل کردن، حالا بعض نواقص یا اختلافات بحث برانگیز است، اونا جایگاه خاصی داره، اما این قولی است که جملگی برانند که آقای خامنه‌ای، آقای خمینی اینا انسانهای بسیار ساده زیست بودن، اینا بسیار دانشمند بودن، نه تنها خواننده کتاب بودن بلکه نویسندگان کتاب بودن، مورد بیمیری نظام سلطه جهانی قرار گرفتن و با قول جناب عالی که بسیار مقبولی رو مطرح کردن کلمه اماسه رو بکار بردن در دفاع. این رو می‌افزاییم که هم در دفاع و هم در نقد و در عرض کنم خدمت شما که یعنی آلت تهاجمی گرفتن در این هم اینا بسیار دست بالا داشتن و دو قدرت بزرگ جهانی و منطقوی را در حالت انفعال و استیصال کشاندن. حتی همین 40 روز اگر به پیروزی همیشگی نینجامه، خود این 40 روز یک دستاورد بسیار بزرگ است. این اقتدار است با تمامی تحریم ها و بسیاری از فشارهای دیگر. بنابراین و بنا به بسیاری از دلایل دیگه من میخوایم میره بگویم که جمهوری اسلامی بعد از انقلاب آزادی هایی را با وجود آورد که مناظرات در پیش دانشگاه تهران، مناظرات در تلویزیون ایران بین سران حزب توده و آقای بهشتی، آقای مصباح و امثال هم، حتی آقای مطهری را در استرالیا یکی از نویسنده‌هاش میگه لیبرال ترین نویسنده و پیرو آقای خمینی. باز آقای مطهری میگفت که ما میخوایم که تئوریسین های مارکسیست از شوروی بیاین در مناظرات از موضوع فلسفی مارکسیسم کمونیسم دفاع کنن و ما هم به صورت مستقیم به پاسخگویی و نقد بپردازیم. خب یعنی وسعت نظر، یعنی یک نگرش بسیار بالا. و در ایران آزادی بیان بود، آزادی احزاب بود، آزادی گروه ها بود. متاسفانه ما یعنی استبداد زده هستیم. حتی بسیاری هست یعنی افراد سیاسی جامعه ما گذار
ملائم و معتدل به یک فضای جدید بر نمیتابیم. در نتیجه مثلا مجاهدین خلق اعلام مبارزه مسلحانه کردن. آقای سروش میگه خدا رحمت نکنه مجاهدین خلق که او فضای آزاد اول انقلاب مختل ساختن و جنگ و تجاوز هم صورت گرفت، فضا نسبتاً امنیتی شد. اینجاست که ایران تحت فشار قرار گرفت، اینجاست که باید قدم اول از تمامیت ارضی، از استقلال و از منابع، از ذخایر و از بسیار چیزا استفاده کنه و اینجاست که مشکل با وجود آمد. ما میخوایم میره بگویم که در قسمت ایران یادتون باشه و در قسمت مجاهدین ما نمیتونیم ادعا کنیم که این دولت ها 100% دولت هایی است که به اسلام عمل میکنه. مثلا در افغانستان حکومت مجاهدین در عین حالی که به اسلام یک توجهی داشت اما بسیار قومیت زده بود. در اسلام که ما قومیت گرایی نداریم، چرا دو حزب اسلامی و حزب جمعیت با دو گروه قومی فارسی زبان و پشتو زبان تقسیم شوند؟ درست از بعضی از اعضایشان پشتو زبان و فارسی زبان نبودن، اما عمدتا اینا متأثر از ویژگی قومی بودن و تا آخر هم حتی موضع‌گیری های دکتر نجیب هم قومی شد. دکتر نجیب میگفت که من رهبرایی را که بازیگر میدان فوتبال افغانستان هستند ترجیح میدم نسبت به لینمین ها، رهبرانی که در اطراف میدان فوتبال هستند، ولی عملا با گلبدین کنار آمد. این یعنی قومیت گرایی حتی در سطح مارکسیست های ما. این با اسلام و حتی با مارکسیسم سازگاری نداره. پس وقتی بگن حکومت دینی یادتون باشه که این حکومت یک حکومت ناقص بوده، یک حکومت متأثر از تمایلات قومی بودن. اساسا در اسلام ما درجات داریم. آیه قرآن است اعراب بدوی و اعراب بازه نشین من بگن ما ایمان آوردیم، برشان بگو ای پیامبر که شما ایمان نیاوردین بلکه اسلام آوردین، هنوز ایمان در قلب‌های شما رسوخ و نفوذ پیدا نکرده. پس ما درجات داریم. شما درجات ضعیف مسلمانی را در مخصوصا عرصه سیاست که لوازم داره نباید مبنا قرار بدین، برای اینکه دیدگاهتون مخدوش میشه. چون یکی از معیارهایی است که رهبر باید سطح زندگیش مثل فقرا و ضعفای جامعه باشه تا سطح زندگی کلی را بلند ببره، قومیت پرست و قومیت گرا نباشه. دیگه ای که قدرت باید، ریاست باید به دنبال یک رهبر بیه، نه ای که رهبر به دنبال ریاست باشه. اینا کلش برخلاف مکانیزم های سیاسی و حکومتی اسلام است و چون ما ریش و پشم مبنا قرار میتیم، زوایر مبنا قرار میتیم، شعارها را مبنا قرار میتیم، قضایا را ساده و بسیار معمولی و سطحی مینگریم، در نتیجه به نتایج معکوس میرسیم. این در حالی است که وقت شما این معیار از تعلیمات دینی استخراج میکنید که اینی ضوابط است. مثلا رهبر جامعه اسلامی باید بسیار دانشمند باشه، بسیار با تقوا باشه، باید او خود به آب و آتش نزنه که رهبر و رئیس شود، بلکه دیگرها یک مجموعه از نخبه ها باشه که او را بعد بگزینن. با دنبال اتر یک رهبر باید باشه و با دنبال رهبر باشیم که نسبت به مدیریت و شجاعت و آگاهی از زمان دست بالا داشته باشه، که ما او را میگیم مثلا در آقای خامنه ای تحقق پیدا کرده. حتی خود پسر آقای خامنه ای بر اساس وراثت رهبر نشده، بر اساس شایستگی شده، رشد کرد، درس خواند، تحصیل کرد و همیشه منزلشان و محیطشان پاکنده از سیاست و کیاست بود و مثل پدرش بسیار اهل مطالعه و کتاب و تحصیل بود و اگر مسئله وراثتی می بود پسر امام خمینی رهبر جمهوری اسلامی میشد، نه آقای خامنه ای که از یک شهر و دیار دیگه بوده است، یک تبار و از یک خانواده دست حسینی صاحب خیلی ممنون. خیلی صحبت ها جامع بود. فقط به طور مختصر بهار آزادی را یاد کردین که در اونجا مناظره ها بود بین نورالدین کیانوری، دکتر سروش، مصباح یزدی و خیلی زیاد بود و نشریه ها که در کتاب فروشی دانشگاه فروخته میشد، نشرات مختلف مارکسیست و مسلمان چپ و راست و رنجبر و تقریبا کل گروه های ایران که بررسی کنیم معادلش در افغانستان ما داریم دیگه. معادل شعله‌ای ها رنجبرا است، چریکای فداییان خلق سامایی ها فرض کنیم، مجاهدین خلق و مجاهدین خلق داشتیم در افغانستان و امیر رقمی. دمی از بین رفتن بهار آزادی به نظر شما حکومت بیشتر مقصر بود یا مخالفین؟ امیر کوتاه جواب بده. بیشتر من مخالفین متهم میکنم
که اونا به مبارزه مسلحانه پیوستن، واقعیت نیروی نهاد دین در جامعه نفهمیدن و من مخالفینم فکر میکنم بیشتر مقصر بدم. ممنون صاحب. آقای فایزی هم دست بالا کرده، انجینر صاحب احمدی هم. شما دو تا بخش دوم صبر میکنین یا میخواین که از حقتون برخوردار شوین که این مناظره بین استاد نایل و حسینی صاحب پیش بره؟ فایزی صاحب میخواین گپ بزنید؟ بله. نخست از همه سلام احترامات خدمت دوستان حاضر جلسه و همگی بینندگان. در شروع گفتار آقای نایل ما رسیده نتانستم در این صحبتایشان. نخستی که اول یک بحث تئوریکی است راجع به استبداد دینی میخواستم در جلسه قبلی آقای نایل یاد کردن. میخواستم بگویم که نخستین بار استبداد دینی را آقای عبدالرحمن کواکبی که در ریشه ایرانی بود رفته بود پدر و مادرش به حلب در 1899 در کتابشان به نام تبایل استبداد ایره یاد کردن که در مورد استبداد دینی و سیاسی چیزایی رو یاد کردن. در بار دوم به صورت خیلی گسترده آقای میرزای ناینی به صورت که طرفدار نهضت مشروطه در ایران بود یک کتاب نوشتن به نام تنبیه الامه و تنزیه المله. در این از استبداد دینی یاد کردن و در این کتاب خود از آزادی‌ها و حق شهروندی مردم حمایت کردن. اینا رو بخواستم خدمت تایید از فایزی صاحب بزرگوار معذرت میخوایم. نایل فرمودن که استبداد دینی ببخشین یک لحظه، فرمودن که شریعتی میگه بدترین استبداد دینی است. این نمیقدر این از شما سوال نشد تاریخ شما با وجود آمده یاد بکنن که کدام جزویش برازی که من دبی کمی استبداد دینی در آثار دکتر شریعتی ندیدیم. اگر خودشان لطف کنن که در کدام کتابش هست انشاءالله میپذیریم. آقای احمدی هم کتابای دکتر شریعتی را مطالعه کردن. قراره که ما بنده اخیر کتابای دکتر شریعتی را مرور کردیم. در کتاب امت امامتشان اینمی ساختمان فعلی حکومت ایران که میبینن کاملا آقای دکتر علی شریعتی بیان اینمی حکومت امروزی ایران در کتاب امت و امامت خود تشریح کرده. ولی استبداد دینی را مثلا میخواستم یاد کنم که آقای عبدالرحمن کواکبی در سال 1899 و آقای میرزای ناینی در زمان جنبش مشروطه در کتاب خود یاد کردن و در کتاب دکتر شریعتی هم چیزی رو ندیدیم. اگر نایل صاحبی را لطف کنن که در کجا پیش یافتن نوشتن در کدام جزوه دکتر شریعتی ممنون میشن. اینا در خدمتشون میخواستم امی راجع به چون رشته حقوق ما خاصن راجع به دولت است، نه حقوق بین دول هم دارم کم، ولی در اصل نمی تیوری دولت، ساختمان دولت، یعنی این چیزای بیشتر ما در جهت جامعه شناسانی حقوقی ما درس خوندیم. دولت ایران ما از 15 سالم بود که وقتی که انقلاب اسلامی ایران شد ما در کابل زندگی میکردیم. یعنی برای من قابل بسیار جالب بود که کتابای چپیا، یعنی تمام آثار اینمی چپیا که قبلا به شوروی یا جای دیگر چاپ میشد از ایران اومد. یعنی کاملا فضایشان باز بود، همه میتونست صحبت بکنن، جربس کنن. بهار آزادی را که شما گفتین در یوتیوب ها تمام صحبت ها جربس های آقای سروش، آقای مصباح یزدی و دیگرها با احسان تبری و دیگرها این صحبت هایشان هست. ولی چی شد که مثلا این نظام یک باره در فکر ازی شد که یک مقدار همی کمربند این نظام باید بکشه، همه کار باید مشت خود آنین بسازه. وقتی که نظام احساس کرد که این تنها یک انتقاد نیست، یعنی انتقاد هم امروز مردم میکنن. خود این دکتر آقای سروش یعنی تیوری روح سولانه خود نظام فرادینی خود سکولاریسم کتابایش در داخل ایران جزوار خواندن. چرا اینا محاکمه نشده؟ که بیرون رفتن با خواهش خود رفتن، کسی اینا را زندانی نکردن. به این شد که وقتی که صحبت براندازی یک نظام شد، وقتی که یک نظام احساس بکنه، حتی این جامعه‌ای را که گویا میگن باز، وقتی احساس بکنه که بحث براندازی است، اینجا بحث از یک انتقاد عادی نیست که یک کس انتخاب زمان براندازی یه دستای بیرونی کار میکنه. میخوای نظام براندازی و میخوای تمام اهداف و آرمانایی که نظام داره با مردم
وارونه نشان بدن بگن براندازی تمام شده اسلام، این نظام باید بره. این هیچ نظامی را تحمل نمیکنه. همین نظامایی را که شما میگین، حالا من از این بحث ها یاد نمیکنم که در کشور اروپا زندگی میکنم. ما با رشته خود با بسیار کلانای آدمای دانشمند از اینا صحبت کردیم. یعنی به اندازه ننگوشتای بیشتر مسائل یاد میکنم که در کشورهای اروپایی صحبت کردن روی از این موضوعات، حتی انتقاد کردنش، حتی با یک ما نپذیرفتیم محکمه میشی. تو نیست که شما فکر میکنین. گام به گام انتقاد هیچ کس نمیتونه رد بکنه. اگر نواقص هم داره، ما این نظام جمهوری اسلامی رو نمیگیم که 100% همه چیزش درست است، نواقص داره، ولی در نهایتش مسیری را که میرن درست است. اولین مسیری که ایناست که یک حکومت است که در بین قلیل کشورهای دنیاست که متکی به خود است، به نیروی داخلی است، وابسته به خارج نیست، نوکر نیست. این تو براتون بگم، یعنی تسلیم استکبار و استعمار چی شرق بود چی غرب بود نشده. اگه با بعضی کشورهای شرقی هم مناسبات داره، یک مناسبات کاملا برابر است، نه اینکه تسلیم. دومی که در فکر از این است که برای مردم خود، جامعه خود یک سیستم را بسازن که قابل پذیرش باشه، اقتصادشان، زندگیشان، همگیشان. این که دولت احساس میکنه که انتقاد عادی نیست، این در جهت براندازی هیچ کشوری را تحمل کردن نمیتونه. این را قبول داره و در کنار از این اشتباهات هم امکان داره، چرا نه، حتما است. همین که خود امام خمینی میگه ما بخوایم که اسلام کشور اسلامی را بسازیم، لااقلش مدت تو فراموش نکنم، اشتباه نکنم، 200 سال یا 500 سال میفته، زمان طولانی. یک حرف دیگر رو میخواستم حل کنم که آقای شیخ محمد شبستری هم آیت الله هستن، هم تحصیل کرده فلسفه در آلمان هستن. اینا یک جزوه دارن راجع به نظام جمهوری اسلامی را. اینا در جزوه از اینا که من قرار خواندم، تمام این معیارایی که در دولت هست 100% فقاهتی نیست. اینمی با آقای نایل موافق نیستم. این سیستم را که در دولت یک به یکش یاد کرده، این جزوه پیش ما موجود است. این کتاب ما خواندم. تمام بخشای با وجود که اینمی آقای محمد شبستری منتقد خود این نظام هم هست، جزوه همه اولی که میگه شعار این نظام یاد شد به شعار آزادی و برابری، این شعارهای عدالت و برابری، این شعارهایی که در ایران داده شده و ساختمانهای نظامی که در این ساختاری که در این نظام با وجود آمده پایه‌گذاری شده، هیچ کدام از این مطابق فقه نبودن. تنها اینمی نظام فقاهتی را که خود امام خمینی ولایت فقیه در ایران درس گفته بود جداست، باقی نظامایشون همه که مطابق یک عقلانیت اسلامی با فقه اسلامی توابیدن خالص فقاهتی نبوده. و بنابراین یک کوتاه آخری حرفم، یک دقیقه میگم تمام، ببخشید. آخری که خود این برچسب‌های دیکتاتور، استبدادی، اینا کل از این اعتباری است. این کدام از این بنام واقعیت بیرونی نداره. اینمی کشورهای اروپایی که با وجودی که میگن که کشورهای باز و همه دشمنای خود به هر نامی که باشه به یک نام سرشان میمانند. اگر اونمو کشور استبدادی که اگر از خودشان باشه، با خودشان یک رابطه داشته باشه، با منافعشان شریک باشه، اگر استبدادی هم باشه هیچ وقت از او یاد نمیکنه. مثلا حکومت پونوچه هیچ وقت اینا دیکتاتور نخواندن. خود اینمی حکومتی که اسرائیل که 75 سال کشور سرزمین به گروگان گرفته، هیچ وقتی استعماری استبدادی نگفتن که هیچ مشروعیت قانونی نداره این نظام از اینا، هیچ از لحاظ حقوقی میگم. و این که مردم فلسطین جنگ کردن، قیام کردن، یکی تحریک بیرون نیست، تصمیم خود مردم فلسطین است. این از کدام جای بیرون نبود. اگه می بود تا بال افشا میشد 3 سال 4 سال دیگه. ما سخنایی که آقای حسینی گفتن با سخنای بسیاری سخنای ما ایشان فرمودن، ما سخنایشان رو تایید میکنم. دیگه به مسائل هم از اینترنت اروپا بسیار چیزا رو در آورده بودم که وقت نیست، ولی خدمتتون عرض میکنم. امیدوارم در قسمت دوم وقت برسد در شما. و انشاءالله یک نکته را فقط من توضیح میتونم خدمت شما که شما آثار شریعتی را خواندین، مجموعاً 36 تا مجموعه آثار است، درسته؟ بله. آیا اگر کسی از شما بپرسه که اینمی جمله در کدام مجموعه آثار این جملهش ضرور نیست، در کدام کتابش مثال ضرور نیست که این جملهش عین نایل صاحب که گفت اونمو را من قبول دارم، واقعا رو در یاد مونده. اون آقای فروتن نوشته کرده تشیع علوی و تشیع صفوی، آقای محسن درست است. و همچنان در کتاب مذهب علی مذهب
نه در مذهب علیه. ببینین فایز صاحب، من چرا سر از این نکته فوکس کردم ببخشید، به این دلیل که بحث از مسیر خارج شد در اونجا. ما ببخشید مامور خواندیم که یکی از کتاباش مامور در نظر ما آمده خواندیم که مامور یادداشت کردیم، حتی در فیسبوک هم یگان وقت میندازم. احمدی صاحب شما فرمایش دارین دمی قسمت 2.5 دقیقه وقت داره، میتونین خلاص کنین؟ انشالله گوش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اول تشکری میکنم از جناب آقای نائل عزیز که در قسمت اول صحبت‌های هفته گذشته خود تکمیل کرد، بهتر ساخت و امیدوارم انشالله از این کده بهتر بسازه. یک مسئله بسیار مهمه که فراموش چه عزیزا شد. من با دوستای آلمانی هم گپ زدم که وقتی که در یک کشور یک گروه مسلحانه مبارزه کنه، چی او کشور مثل آلمان باشه، چی مثل کانادا باشه، اونمو گروه مسلحانه را در آلمان که بود یک گروه RAF بود، میلیون ها جایزه گذاشته بود که هر کس که اینا را معرفی میکنه برشان تحفه میدیم. و من خودم سال 80 در ایران بودم، در عمر خود هیچ بودم زمان زهرخان اینا جنگ یارو ندیده بودم. یعنی آنقدر مثلا کشتن و بستن اینا بود. شما ببینید که در یک روز حدود 70 یا 72 نفر از جمهوری اسلامی ایران از پارلمانش به شهادت رساندن. نخست وزیر و صدراعظمشون به شهادت رساندن. شهید مطهری را شهید کردن که بزرگترین اگه اون می بود چقدر برای اسلام خدمت میکردن. اون جوان و قدرتمند بود. و امام خمینی اولین کسی بود که در سطح اسلامی بر خلاف بسیار عقاید علمای شیعه و سنی مثلا گفته که حکومت اسلامی و طرح حکومت اسلامی را که ایشان مطرح کرد، یعنی میلیون ها مسلمان طرفدار از این خط شد. تشکر. بیننده های گرامی، همچنان که ملاحظه می‌فرمایید برنامه امروزی ما مناظره گونه بوده، مناظره با استدلال، با متانت و آرامش. هیچ کسی سیاه و سفید نکرد، هیچ کسی نگفت که جمهوری اسلامی مطلقاً بد است یا مطلقاً خوب است، بلکه تمام تلاشی بود که نقطه های ضعف و قوت جمهوری اسلامی ایران بیان شود. در این مورد سوالایی است که امیدواریم در بخش دوم جواب داده شود. من باب مثال، چرا حکومت اسلامی فعلی رو آورد به ولایت مطلقه فقیه و همچنان چرا دنیا این همه ظلم و ستم سر جمهوری اسلامی روا می‌داره که 48 سال مکمل محاصره اقتصادی کرد و بعد در آخر دید که در محاصره این حکومت و این مردم در واقع شکست نمیخوره. در میز مذاکره 2 بار سر از حکومت حمله کرد و هر 2 بار هم ناکام ماند. اینا سوالایی است که برای نسل‌های آینده که جواب گفته شود مفید است. شما هم لطفاً با ما همراه شوین، چی در مورد برنامه‌های ما در مورد ایران و چی در مورد افغانستان مظلوم، تا بتانیم یک تاریخ روشن واقع بینانه را به نسل آینده از طریق رادیو کتاب تقدیم نماییم. اگر برنامه‌های ما مورد پسند شماست، با سابسکرایب، لایک و شریک ساختن از این برنامه رادیو کتاب کمک کنیم. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.